سلام و عرض ادب دوستان. میخوایم جام کردن سیلن و یک طرف خورده شدن لنت چرخ جلوی پراید رو براتون باز کنیم و توضیح بدیم. حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید و یه کامنت انگلیسی هم واسه ما بذارید. لایک هم فراموش نشه. کانال ما رو حتما با دوستانتون به اشتراک بذارید تا با ترفندهای ماشین دوستانتون هم آشنا بشن. همینطوری که مشاهده می‌کنید لنت کاملا یه طرف خورده شده. من دیگه در ادامه صحبت نمی کنم. همه چی قابل مشاهده است و خودتون با دقت مشاهده کنید. این کارها رو خودتون میتونید حتی جلوی در یا درب منزلتون انجام بدید و هزینه اضافی نکنید. برای هدر نرفتن روغن ترمزتون یه انبر قفلی برمیدارید، سایز قفل شدنش رو خیلی کوچیک میکنید، روی شلنگ ترمز همین جایی که من زدم میزنید تا روغن ترمز شما هدر نره. هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته و اتمام کار انبر قفلی رو باز میکنید و روغن دوباره برمیگرده. هیچ اتفاق خاصی، نه شلنگ دو پوست میشه، هیچ اتفاق خاصی نمیفته. در این مرحله بوشا رو خارج میکنیم با یه چکش و یه میله باریک که سایز بوشا باشه و با چند تا ضربه کوچیک بوشا خارج میشن. دوستان به هیچ عنوان از گریس معمولی، نسوز یا روغن ترمز برای روانکاری کالیپر یا سیلندر ترمز به هیچ عنوان استفاده نکنید که باعث باد کردن گردگیرها و جام کردن خود کالیپر میشه. به هیچ عنوان از گریز معمولی، گریس نسوز و روغن ترمز و روغن موتور به هیچ عنوان استفاده نکنید. میرسیم به مرحله شستشو. کامل شستشو میدیم سیلندر رو، بوشا رو کامل میشوریم و یه سنباده ریز به بوشا میزنیم، یه سنباده نرم به بوشای بالا پایین میزنیم تا هر براده یا زنگ زدگی داشته باشه از بین بره. این دوست عزیزمون قبل اینکه بیاد پیش ما 1 ماه پیش رفته و داخل گردگیرها گریس یا روغن ترمز زدن و گردگیرها کلا حالت خودشون رو از دست دادن و هر گرد و غبار لنت داخل بوشا میشه و کالیپر جام میکنه. فقط از گریس سیلیکونی باید استفاده کنید. جای بوشا رو سنباده میزنیم تا هر براده یا زنگ زدگی که دارن از بین برن و سطحش کاملا صاف بشه و داخلش رو آغشته میکنیم به گریس سیلیکونی. من دیگه صحبت نمی کنم تا قشنگ بتونید مشاهده کنید. بعد اینکه سنباده زدنیمون تموم میشه داخل جای بوشا رو آغشته می‌کنیم به گریس سیلیکونی، کاملا چرب میکنیم که دیگه هم بوشا داخلش روون بازی کنن و هم جلوگیری کنه از زنگ زدگی. بوشا رو گریس سیلیکونی میزنیم، کامل آغشتش رو میکنیم به گریس سیلیکونی که راحت داخل سر جای خودشون بازی کنن. دوباره من حرف نمیزنم که شما بتونید راحت مشاهده کنید.
داخل گردگیرها هم همینطور، حتما باید گریس سیلیکونی بزنید داخل گردگیرها. پوشا رو جا میزنیم، همینطوری که مشاهده میکنید هم راحت جا میخوره هم راحت بازی میکنه که قشنگ قابل مشاهده است. گوشا رو جا میزنیم و نوبت لوازم داخل خود سیلندر هستش. لوازم سیلندر رو آغشته می‌کنیم به گریس سیلیکونی و جا میزنیم. دوستان فراموش نکنید که حتی به خود کالیپر هم گریس سیلیکونی بزنید که خیلی روون داخل سیلندر بازی کنه. کالیپر رو جا میزنیم. دوستان فقط وادار به زور نشید، کالیپر خیلی روون خودش باید جا بخوره، همینطوری که مشاهده میکنید که یه موقع لوازم داخل رو گاز نگیره یا قیچی نشه که باعث روغن ریزی چرخ میشه. دوستان خار دور گردگیر سیلندر رو خیلی با مراعات جا بزنید که یه موقع سوراخ یا زخمی نشه که برده های لنت داخل خود کالیپر میشینه و باعث جام کردن یا زنگ زدگی میشه. حتما کانالمون رو سابسکرایب کنید، با دوستانتون به اشتراک بذارید، زنگوله رو فعال کنید، لایک و کامنت فراموش نشه. دوستان یه کامنت انگلیسی هم برای ما بذارید که ساباتون نریزه. کالیپر ما آماده و قابل بستنه. دوستان موقع بستن حتما این دوتا ناخونی بالا پایین رو جا بزنید. این دوست عزیزمون یه دونه داشت، اون همون یه دونه هم کلا رفته بود و بالا به هیچ عنوان نداشت. حتما اونو جا بزنید که لنتا داخلش بازی نکنه و باعث سرصدا نشه. یه نکته مهمی که هست این دوتا واشر برنجی است. اولی رو قرار میدیم رو پیچ جا میزنیم، دومی رو جلوی پیچ قرار میدیم و روی سیلندر سوار میکنیم. دوستان این نکته خیلی مهم هستش که خیلی موقع بستن فراموش میکنن. حتما این دوتا واشر برنجی رو بذارید که جلوگیری میکنه از روغن ریزی از سمت شلنگ ترمز و کامل سفت کنید. به هیچ عنوان از بوکس بادی استفاده نکنید. نوبت جا زدن لنت هستش. لنت رو جا میزنیم و خارا رو سر جای خودش قرار میدیم. شما همین الان که میتونید انبار قفلی رو باز کنید، دوباره روغن ترمز داخل سیلندر برمیگرده و هیچ مشکلی به وجود نمیاره. جا زدن خارها هم که مشاهده میکنید، پین اول از داخل خار میره، پین دوم خار جا میخوره، بعد خار رو جا میزنید. خیلی ممنون که تا اینجا همراهیمون کردید. حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، لایک کامنت فراموش نشه، زنگوله رو هم حتما فعال کنید که ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید. خیلی ممنون از توجه شما عزیزان.